هر دو ما با افتخار مرید رهبر ایرانیم، رهبری که به کشورش با نامردی تمام حمله کردن، تمام سامانه‌های حیاتی کشورش رو هک کردن و از کار انداختن. تو ساعتهای اولیه جنگ تمام فرماندهان ارشد نظامیشو دونه به دونه زدن. تو همچین شرایط خوف و خطری که فرماندهان نظامی کپ کرده بودن، خدا شاهد، من صادقانه میگم، بذار پخش بشه، هنگ کردیم همه. تو همچین شرایطی که برآورده این بود شکست حتمیه، آیت الله العظمی سید علی خامنه ای شخصا مدیریت جنگو به عهده گرفت. تو کمتر از 12 روز ورق جنگو چنان برگردون که اونا دست تصمیمو بالا بردن. آره داداش، ما مرید همچین رهبری هستیم. اینو بدونید کلن در قاموس فرزندان علی ابن ابی طالب ترس و فرار جایی نداره. ترس و فرار برای اونایی که به شاه چمدونی معروف بودن. همه دیدن رهبر ایران تو بدترین شرایط پای کشورش وایساد، اما همه دیدن شاه شما چطوری تا تقی به توقی میخورد فرار میکرد. داداش یه لحظه این مدعی حماسی رو نگه دار. این بخشی از خاطرات معشوقه شاهه، خانم پروین غفاری. میگه رفتیم تو حیات کاخ قدم بزنیم، صدای فیش فیش مار اومد. میگه محمد رضا دست منو رها کرد، فرار کرد رفت. حضرتی که شما مریدشید با یه فیش فیش مار فرار میکرد، ولی رهبری که ما مریدشیم تو سخت در این شرایط هم جا نمیزن. اینه فرق ما و شما. کسی که ما رو بیدار کرد، کسی که ما رو احیا کرد، کسی که به این تن خسته ما روح داد، جون داد، انرژی داد و ما رو هدایت کرد، تدبیر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای بود. به والله حاج قاسم 3 بار به والله اگر تدبیر رهبری نبود معلوم نبود سرنوشت کشور چی میشه، سرنوشت جنگ چی میشه. قدر آقا رو ما نمیدونیم، نشناختیم.